بنا به اطلاع رسانه‌های روسیه، زنازنی‌های گروهی صبح 1 اپریل بین مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان در محل ساختمان بنای استقامتی گرانبهای ژک سرچ استالیسه در موضع شلپیخنسکایا نابرژنیا شهر مسکو از مناقشه نوچیز بین دو مهاجر سر شده است. گفته می شود که گویا یک کارگر تاجیک یک کارگر دیگر از ازبکستان را دورک یا احمق گفته است و بعد آنکه این دو نفر دست به گریبان شدند، مهاجران باقی مانده به مناقشه امر شدند. بنا به اطلاع اگنتی مهاجرت بیرونی ازبکستان در پی زنوزنی در مرکز مسکو 41 کارگر از تاجیکستان و 85 نفر از ازبکستان بازداشت شدند. بنا به معلومات این نهاد 20 شهروند ازبکستان را به احتمال غالب از روسیه اخراج میکنند. سفارت تاجیکستان و نمایندگی مهاجرت تاجیکستان در مسکو تا کنون این قضیه و وضع مهاجران بازداشت شده تاجیک را شرح ندادند. یادآور میشویم صبح جمعه 1 اپریل با پلیس درباره زنوزنی گروهی در ساختمان بنای استقامتی در موضع شلپیخنسکایا نابرژنیا خبر رسید. کارمندان پلیس به جای حادثه آمده طرفهای درگیر را جدا کردند. خوشبختانه کسی آسیب ندیده است، ولی در پی این حادثه 126 نفر را دستگیر و با اتهام میده افباشی به حبس گرفتند. تنها در 2 هفته اخیر این علاقه دومین زنوزنی بین مهاجران از آسیای مرکزی در شهر مسکو است. حالا مهاجران را برای اشتراک در زنوزنی ها می توانند از روسیه اخراج کنند. ماه آگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنوزنی های بین مهاجران در منطقه های گوناگون روسیه، وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دغلانه و ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زنوزنی ها بهرمانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حقوق عبور مرز روسیه محروم میکنند. ماه دکبر سال 2021 وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داد که علاقه بیش از 400 مهاجر را محض برای اشتراک در زنوزنی‌های عمومی اخراج کردند. اکثر آنها را به مهلت تا 40 سال از حق عبور مرزهای روسیه محروم کردند.